بسم الله الرحمن الرحیم. یک کشفیات باستانی هم انجام شده که دوباره بعضیا به همون تعابیر برش میگردونن. من چند تا عکسشو براتون تو برد زدم، حالا آخر کار ببینید که یه موجودات عجیب و غریبی است، نمیشه تکذیبش کرد. اینا دیگه آثار باستانی است. به خصوص در سال 2004 در صحرای ربع خالی عربستان یک کشفی شد که واقعا یکی از اعجازهای قرآن میتونه باشه. همون منطقه است که قوم عاد بوده و دقیقاً تعبیر قرآن اونجا پیدا میشه، چون قرآن در سوره شریف الحاقه آیه 7 داره که انهم اعجاز نخل خاویه. القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. تنه‌های به اصطلاح چیز بودن، نخل بودن که دور افتادن. آدم که نخل نمیشه که. حالا ببینید میشه یا نمیشه. طول 10 متر 12 متر اینطوری هست دیگه، واقعا مثل اعجاز نخلن که افتادن رو زمین و اینطوری شدن. توجه میکنید که یکی از اعجازهای قرآن در واقع که اون خبری که داده برامهای شاید مفسرین قبلش تعبیر میبردن که آقا مثل یه درخت خشک میشن، مثل فلان. نه آقا، هیکلن اندازه یه درخت خرمان. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. تقریبا شاید چندین برابر ما، 3-4-5 برابر انسان کنونی. و این تو جاهای دیگه هم کشف شده، تو قعر دریا بعضی جاها کشف شده، بعضی جاهای دیگه اسکلت‌ها اینطوری کشف شده. جالب مال خود عربستان هم وقتی کشف شد سریع سازمان‌های جاسوسی آمریکا سرش دست گذاشتن، از درس کردن خبرش جلوگیری کردن و به حسب بعضی خبرها افتادن سر کار کردن سر DNA که میتونیم ما یه موجود اینطوری درست بکنیم، یه نسل اینطوری بیاریم، سربازای آیندهمون اینطوری باشن. اینا اینطوری هم دیگه همش دنبال کارا هستن چه کارا رو بکنن. خب اینا هم هست، حالا آثارشون میاد. چیکار کنیم؟ ما بگیم موجودات دیگه آخرش هستن تو عالم، نیستن تو عالم، فقط ماییم، فقط آدم و جن؟ نه، قطعا موجودات دیگری هم هستن.